جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. یک پیاله چای. به نام خداوند بخشنده مهربان. بهار یعنی سلام آسمان به زمین، سلام باران به درخت، سلام شبنم به گل سرخ. بهار یعنی سلام به شما که به تمام مخلوقات خدا از سر عشق و ارادت لبخند میزنید. سلام به شما که به مهربانی ایمان دارید. الها به امید تو سلام هموطنان. آریا سهراب هستم و با یک دیگر از برنامه‌های یک پیاله چای چند لحظه را در کنار شما دوستان خواهیم. و من مدینه حیدرزاده این بهار خجسته، این نوروز عزیز را به شما تبریک گفته همراه دوستانم از استودیوی رادیو مهر لحظات را مهمان خانه های شما می شویم. شاید شما هم درباره بحران جدید شنیده باشید. مشکلی که تقریباً سراسر دنیا را مشغول خود کرده است. بله، درست حدس زدید. ویروس کرونا. سازمان جهانی بهداشت در سرتاسر دنیا به دنبال شناسایی، ردیابی و محدود کردن ویروس کرونا است. این ویروس پس از مبتلا کردن افراد زیاد در چین، در کشورهای دیگری دنیا هم شیوع پیدا کرده است. در حال حاضر کرونا در بسیاری از کشورها در حال پراکنده شدن است. علائم بیماری کرونا در اکثر مبتلایان به این ویروس خفیف است و درمان می شود. اما ممکن است بیماری در برخی دیگر شدیدتر باشد و حتی منجر به مرگ شود. اما اشتباه نشود، ما هرگز قصد ایجاد نگرانی نیستیم و اتفاقاً باید بگوییم که خوشبختانه کشور ما جایی است که تاکنون هیچ گونه گزارش رسمی از وجود ویروس کرونا نشده است. برای همین ما هم فرصت داریم تا بیشتر درباره آن بدانیم. و البته باید یادآور شویم که تعدادی بسیار از برادران و خواهران عزیز ما در خارج از تاجیکستان، مثلا در روسیه یا سایر کشورهایی که ویروس در آنجاها شیوع پیدا کرده است، در حال کار و فعالیت هستند. برای همین لازم دانستیم که در کنار هم کمی بیشتر درباره این ویروس صحبت کنیم و بدانیم.
ویروس کرونا چیست و تا چه اندازه خطرناک است؟ کرونا ویروس ها خانواده بزرگ از ویروس ها هستند که ممکن است باعث ایجاد بیماری در حیوانات یا انسان شوند و باعث بیمار شدن هزاران انسان شده است. ویروسی کووید 19 می باشد. کووید 19 نوع ویروس عفونی است که به تازگی توسط پزشکان و محققان سلامت و بهداشت جهانی کشف شده است. این ویروس و بیماری جدید تا قبل از شروع شیوع بیماری در ووهان چین در دکامبر 2019 ناشناخته بود. ویروس کووید 19 ارتباط نزدیک با ویروس کرونا خفاش دارد. اما گوش کنید به نتیجه تحقیقات کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در رابطه با میزان خطرناکی این ویروس. بر اساس آمارهای اولیه تنها در حدود 2% از مبتلایان به ویروس کرونا منجر به مرگ می شوند و هیچ کس دقیقاً نمی داند علت این موضوع چیست. بر اساس تجاربی که پیش از این در بیمارهای مشابه به دست آمده، متخصصان فرض را بر این گذاشتند که میزان تأثیر کرونا در بدن بستگی به نوع تعامل بین ویروس‌ها و سیستم ایمنی فرد دارد. پس در این حالت با تقویت سیستم ایمنی بدن به طور بسیار مؤثر میتوان خطر مرگ را کاهش داد. و اما عاقلانه ترین و آسان ترین راه مقابله با این ویروس پیشگیری از ابتلا به آن است. همراه ما باشد تا یکی یکی بیان کنیم. دستهایتان را برای 20 ثانیه با آب و صابون یا ژل ضد عفونی کننده الکلی تمیز کنید. پس هرگز به حوصلگی نکنید. وقتی سرفه یا عطسه میکنید، بینی و دهانتان را با دستمال کاغذی یا آرنج خم شده تان بپوشانید. از تماس و ارتباط نزدیک با هر کسی که علائم شبیه به سرماخوردگی یا گریپ دارند اجتناب کنید. هموطنان عزیز، لطفاً در شرایط کنونی بیش از پیش به توصیه‌های دکتران توجه کنید و از دستورالعمل‌های وزارت تندرستی کشور پیروی کنید. اگر در مکانها و کشورهای آلوده به این ویروس به سر میبرید، تا جایی که میتوانید از خانه خارج نشوید، چون خانه امن‌ترین جا برای ما و شماست. اما اگر برای ضرورت از خانه خارج شدید، حتما از ماسک و دستکش‌های بهداشتی استفاده کنید و همین که به خانه باز آمدید، دستها را با آب و صابون به خوبی شستشو دهید. اما نشانه‌های ویروس کرونا در بدن چیست؟ این ویروس باعث عفونت ریه ها می شود. پس نخستین علامت بیماری تب است همراه درد عضلات. بعد از آن سرفه خشک که می تواند به مشکلات تنفسی نیز منتهی شود. سرفه باید جدید و پیوسته باشد، یعنی سرفه زیاد برای مدت بیش از 1 ساعت. به گفته دانشمندان، میانگین زمان لازم برای بروز علائم 5 روز است. اما در بعضی‌ها ممکن است کمی طولانی تر باشد. سازمان بهداشت جهانی میگوید که طول دوره این بیماری تا 14 روز به درازا میکشد.
دوره اوج انتقال ویروس همزمان با پیدایش علائم است. علائم اولیه این بیماری را میتوان به راحتی با بیماری‌های زمستانی دیگر مانند سرماخوردگی و گریپ اشتباه گرفت. پس بهتر است همین که علائم اولیه را مشاهده کردیم به دکتر مراجعه کنیم. اما سوال دیگری که برای خیلی ها پیش می آید این است که آیا درمان یا واکسن برای آن وجود دارد؟ تا کنون واکسن برای محافظت در مقابل کووید 19 کشف نشده است. برای بهبودی و سلامتی، تشخیص زود هنگام و مراقبت‌های حمایتی عمومی مهم است. در بیشتر وقتها عوارض به خودی خود رفع می‌شوند. غالباً کسانی که بیماری شدید یا مشکلاتی پیچیده دارند در بیمارخانه تحت مراقبت قرار می‌گیرند. و اما از این سخنها که بگذریم، مهمترین موضوع این است که هر یک از ما و شما بتوانیم اضطراب و استرس خودمان را کنترل کنیم. در حقیقت با استرس تنها خودمان و سیستم ایمنی بدنمان را ضعیف میکنیم و همچنین نوع تشویش روانی بیهوده را به خانواده و جامعه‌مان انتقال میدهیم. آمارها نشان می‌دهد که درصد از مرگ و میر از پشت استرسی بیش از اندازه اتفاق افتاده است. پس هم خودمان آرامشمان را حفظ کنیم و هم مهمتر این که با کودکان و فرزندانمان خیلی منطقی و بدون ترساندن و نگران ساختن آنها صحبت کنیم. مثلا به او تاکید کنیم که بیش از همیشه به بهداشت خود اهمیت دهد یا آنکه سعی کند تا کمتر از خانه خارج شود. ای دل غم جهان مخور این نیز بگذرد. ای دل غم جهان مخور این نیز بگذرد. دنیا چو هست برگذر این نیز بگذرد. گر بد کند زمانه تو نیکو خصال باش. بگذشت از این بس بصر این نیز بگذرد. ور دور روزگار نه بر وفق رأی توست. اندوه مخور که بی خبر این نیز بگذرد. یک حمله پایدار که مردان مرد را. بگذشت از این بس بتر این نیز بگذرد. منت خدای را که شبی دیر پای غم. افتاد با دمی سحر این نیز بگذرد. ابن یمین ز موج حوادث مترس زانک. هرچند هست با خطر این نیز بگذرد. تشویش خاطر است ولی شکر چون نکرد. ایزد قضا جز این قدر این نیز بگذرد. در این عصر دلانگیز بهاری ما نیز خدای مهربان را شکر میگوییم و تنها آرزو، تنها دعایمان برای همه مردم دنیا سلامتی است. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوع رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623
0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org